امام وکیل. بنویس. کجا آمدی؟ مسجد کنم نصیرالملک بود اگه اشتباه نکنم. مسجد نصیرالملک. حیاتش چیز خاصی نداره ولی اصلش این وره که باید بریم داخل، نور میفته کلاً بهتر دیده میشه. بریم داخل رو ببینیم. سلامی دوباره بچه ها، ما اومدیم امروز آرامگاه سعدی آره ممنون. آره آرامگاه سعدی. بفهم. خیلی ممنون. عشق آرامگاه سعدی. خوب. فقط نمیدونم چرا سعدی اینقدر از حافظ بزرگتره. جاش احتمالاً پارتیش کلوفتر بود. خب بریم برسیم نزدیک مقبره
بقیه‌شو اونجا فیلم بگیریم. شالم میفته. خیر. خب بریم داخل رو ببینیم. بفرما. همه چکر. اینجا هم زده آرامگاه شوریده، احتمالا نمک زده بودن بهش. خیلی خوب نمکی تو. زرما پر نمکی، نمک اینقدر نمک نداره. بچه ها ما اومدیم باغ ارم. درست گفتم دیگه. انقدر جاهای شیراز زیاده آدم قاطی میکنه کجا میاد کجا نمیاد. بچه مشتبه سوخته همه جاش. بعد بهش میگم که ضد آفتاب بزن، میگه من اصلا اعتقادی به ضد آفتاب ندارم. بعد امروز برداشت ضد آفتاب زد. تو که اعتقادی به ضد آفتاب نداشتی؟ نداشتم، زدم پس کلم نرم بشه وگرنه آها کرم پیدا نکردم زد. اینجا داره میگه کم نیاره. دوباره پس کلم داره جذباله میشه. نشته بود نکرد این رو با بخشیرم هم داشتی لکوش نمید. اینو قرمز هم لکوش داره توش. تو دوتا تو آبه با این سنگا 4 تا. اونجا نگاه کن نزدیک 10 تا هست. دوتا اون بره بقیه هم که اردکن. اینجا هم که همه ماه قرمز هم دیگه. ماه قرمز های گنده. ماه قرمزه چه بزرگه. تا حالا ندیده بودم انقدر بزرگ. احتمالا دیگه داره تبدیل به کوسه میشه. نه جدی دارم میگه تا حالا ماهی قرمز به اون بزرگی ندیده بودم. ماهی چینی هم نگاه جلوش سفیدم هست. ولی خب اون از اون خیلی بزرگتره. خیلی خوبه. تا حالا ندیده بودم انقدر بزرگ. ماهی قرمز هم ماهی چینی هم دیگه همشون. اردکی میاد الان دیگه گاز میزنه. الان این ماهیایی که ما واسه عید میخریم اونقدر میشه؟ نه؟ چه سوالی پرسیدم. اگه برسی آره ها. خب پس اون چه شکلی اونقدر شده؟ خب اونم ماهی قرمزه دیگه. اون بزرگه. یه سریاشون سایز بندی دارن. آها نژادشون شاید فرق داره. گنده رو نگاه. خیلی خوبه. نمیشه اینا رو 5-6 تا ازشون برداریم یه آکواریوم بخریم واسه خود. بچه هم نگاه.
آره زوم کنی فکر کنم نگیرتش. نه چرا داری میگیری نه اینه نه این موهیه چرا گونده است؟ ببینی؟ آره آقا مثلا اندازه ماهیه قزله. سلام سلام. اینا نگاه اینا اومدن جلو کلام میخوان غذا برسن. کله بازیشون رو آره چقدر خوشگله. بیچارا رو گشنه نگه میدارم بهشون برسن دیگه. حالا خوبه 5-6 تا دونه بیشتر نیستن. میرسن دیگه. ولی قبول داری واقعا فصل بهار خیلی قشنگه. من فصل بهار رو واقعا دوست دارم. یکی از فصلهای مورد علاقه هم فصل بهار. بعد این درختایی که واسه شکوفه اینا میزنه اونا رو خیلی دوست دارم. مثلا حس خیلی خوبی میگیرم. خب سلام. کجا اومدین؟ خب اومدیم باغ عفیف‌آباد. خب گفتم بله. حالا جالبش اینجاست من قبلش بهش میگم کجا اومدیم دوباره میپرسه درست گفتم؟ نه اشتباه گفتی. باغ عفیف‌آباد. بله. حالا قراره بریم طرف موزه هاشون. کجا؟ چرا بلیط داره؟ اون داخل باید بلیط بگیری. خب مریم خانم چیه دوست داره؟ چیه؟ موشک اندازی؟ مادر موشک ایران اینجاست بچه. آره سطحی. اینجا مسلما نو زمان موشک نبوده که این اصلا همه قدیمی هست. بعد یه سریاشون خیلی درازه نمیم 2 نفره نگه می داشتن. وای این 3 تا اسلحه جزوی از اسلحه مورد علاقه منه. این 3 تا توی قالب و اینا همچنین شکاری ها. باله تفنگ شکاریاییه که اون گوله زیاد میخوردن. حداقل 10 تا تیر میخورده هر کدومشون. اینم که شاتگان دلوله. شاتگان شکاری. تفنگای شکاری دلول. اینا کلته ولی دوربردتر بود. فاصله های دورتری رو میزنن. اینا هم که باز کردن دیگه نصفشو در آوردن که توش دیده بشه. آره. اونا تفنگای دلول شکاریه دیگه. این یه دونه بزنه تو از وسط نصف میشی. من از وسط نصف نمیشم که. نه حالا تو رو نه ولی یه سری آدم خیر. خب بچه مادر موشک ایران پیدا کرد بمب انداز دوباره. بمب اندازم. آره بمب اندازه. من چرا میگفتم موشک؟ بمب اندازه. خب بمب موشک تقریبا یکی فرق نمیکنه. من که اشتباه میگفتم. اینا هم هستن. اسم قشنگی داشت اینا بهشون چی میگفتن؟ امپی ترنچ.
MP ترنچ. یه چیزی بگم، درست اومدن موزه اسلحه اینا، ولی اطلاعات عمومی در مورد اسلحه زیر صفر. بله. شما یه 2 تا کال آف دیوتی بازی کنی اطلاعات اسلحات میاد بالا. اینا همشون برای جنگ جهانی دومه. رگباریه. این اسلحه برای آلمانی است. ببین اینو خیلی دوست دارم. فکر کنم حفاظشه. مسلسله. بله. پشت حفاظ وای میساد که گوله بهش نخوره، ولی معمولا گوله هم بهش میخورد. اینا تک تیره برای آلمانیا بود. اینا کلا اسلحه اتومات آلمانی بود. خشابیه. البته از اینا چیزا هم استفاده میکردن نیروهای آمریکایی و فرانسوی. اینا بهشون میدونی چی میگن؟ اینا هم باز مسلسلان. آره این یه سری اسلحه شبیه این شعله افکنه. اون بالا فکر کنم. اینم خیلی خوبه. اینم یه اسم خوبی داشت. برن. جزئیاتش کمه ولی فکر کنم خیلی آسیب زاره. برن. نه این میخوابوندن این چوبه هاشو، بعد دراز میکشیدن، این پشتشو میذاشتن رو شونشون. بعد این گردالی میبینی توش تمام گوله بود، یعنی هلوش 50 تا 60 گوله میخورده اگه اشتباه نکنم. نه 30 تا میخوره، این 30 تاییه. خب قشنگ میخوابوند، رگباری همین جوری میزد مثل اینا دیگه. اینا همین مسلسلن ولی اینا دستی هن همشون. مسلسلای دستی هن. بیجور میگم خوراک خودم و این گفت بگم اصلا تا میگم یه 2 تا کال آف دیوتی بزنی همه چی دست. این چقدر عجیب غریبه، اینجا گرده واقعا. دمشون گرم اینها. این گندشه. ببین اینا بچه اینو میبینی، این گنده تره هم. چیه این بلویس اسمش؟ خشابش 97 تاییه. این 100 تیره دیگه کاملا. اینو میخوابوندن میذاشتن، لولش هم چقدر گنده تره، چون این ببین این بیشتر از 30 تا شلیک کنه لولش داغ میکنه، آب میشه. ولی این لولش چون پهن تره 100 تا تیر هم که شلیک میکنه لولش داغ نمیکنه. اونم شاتگانه. روش گرد خاکه. گرد خاک میشینه دیگه. اینم از این مسلسلای گنده بود. اینا رو اینم من دوست دارم. اینا 250 تا تیر میخورد، بعد سرعت شلیکش هم خیلی بالاه. اینا معمولا روی ماشینا یا رو همون چیز سوار میکردن. نه اینا دیگه کلتای اتوماتن. رولوه. اینا بخورده ها. رولوه است دیگه. اینا 7 تیر دارن دیگه معمولا همشون 7 تیر داره رولوه. اینجا هم باز هست. خب اینجا هم که باز اسلحه اتومات نظامی هست، نیمه اتومات ها. خب اینم که دوباره مادر بمب ایران پیدا کرده، فقط میاد این بمب رو پیدا میکنه. من نمیدونم. نه خب مادر بمب ایرانی الان چجوری شلیک میکنه؟ یه توضیح به بچه ها بده. حالا من تو خودم مدیریت کارا رو دارم دیگه، بچه ها انجام میدنم، من سر در نمیارم. فقط مدیریت، فقط خوشش میاد، بقیه‌شو دیگه بقیه انجام میدن. خب وای بچه این اسلحه مورد علاقه منه، بهش میگن مارتینی هنری. ببینم اینجا نوشتن. آره نه این میلیتاری. اتومایی فرکن هست اینجوری. کجاش؟ پایینشو نگاه یه چیزی. خب اون سوزنش، اونا معمولا سوزنشو در می آوردن پر میکردن. میتونن نه ببین اون تلاییاش هست. زیرشو نگاه یه چیز دایره مانند داره. بیزیه چوب راه داره. اتومات فرکن اینجوری که میذاری اونو جدا میشه. این زیر شبیه اونه. فهمیدی چی گفتم؟ نه 100% نه. توجه بشی. اینا چی میشه خونه ما بودن؟ این چیه؟
بفهم از اون پله ها میتونیم بریم بالا. خب پله ها رو اومدیم بالا. یادم بیا از اینجا میتونی داخل نگاه کنی. به خدا بچه ها من حیف شدم. من اصلا بعد اینجا زندگی میکردم در قدیم دیگه البته. جدی دارم میگم قشنگ خونه مدرنه. یعنی منو بذارن اینجا 100 سال سیام دوست دارم وقت خونه بیام بیرون. 100%. جدی دارم بگیم بزنیم بفهم. چرا ببین نمیشه اینا رو بفروشم به من؟ میفروشن ایزان ولی خب مثلا پولت نمیرسه بخری. بیا اینجا نگاه. آبی همون است. قشنگم به خونمون میاد مبل آبی. میتونیم بگیریم. سالن اصلیه. اینم نمای رو به حیات. بریم اتاقای بعدی هم ببینیم. بچه ها خونه مورد علاقه‌ش هم پیدا کرد. یعنی من عاشق اینجور سبک‌ها قدیمی میدن اصالت داره قشنگ سبک‌ها. چی دارم میگم؟ نمیدونم. اینجور دوست دارم. اتاق مطالعه بوده مثل اینکه. اتاق مطالعه بوده. اون قفسه کتابه. سلام. سلام علیکم. خب بچه ها سلامی دوباره. ما دیگه داریم میریم سمت فرودگاه. گفتم هتلم یعنی اتاقمونم بهتون نشون بدم. میریم. خب اینجا که وایسادم در ورودیه. میایم اینجا اینجوریه. اینم یه اتاقش. اینم همون جایی بود که وایسادم. کافی بارش و ایناشه. برای روشن کن. روشن نمیشه. اینم سرویسشه دیگه فکر کنم برای کسی جذاب نباشه بخواد سرویس رو نگاه کنه. خب اینجا هم یه دونه بالکن خیلی خوشگل داره. نگاه خیلی خوشگله. آره اینجوری دیگه. خلاصه ما رفتیم. بای بای.